سلام و درود خدمت تمامی شنوندگان و بینندگان عزیز کانال یورولوک تیوی. بار دیگر پشت سرم داریم یه چند روزه برنامه رو میریم خدمتتون هستیم در ارتباط با پلیلیست رادیو از برنامه یورولوک تیوی و همینطور که مسیر رو مشاهده میکنید و پیچ رادیویی ماشینتون رو باز کردید، میخوایم امروز در ارتباط با نیروی هوایی اسرائیل صحبت بکنیم. نیروی هوایی که خب خیلی از عملیات ها رو انجام داده و در واقع همین عملیات های نیروی هوایی اسرائیل بوده که یک دو سه شب پیش در واقع جمهوری اسلامی برای بار دوم به خاک اسرائیل حمله کردش و موشک پرتاب کرده. خب اما این نیروی هوایی اسرائیل چیه که در موردش صحبت میکنیم؟ این مطلب رو میخوام در ابتدا خدمتتون بگم که از منابع معتبری جمع‌آوری شده. تایمز آف اسرائیل، هارتز و واینت، سه تا وبسایت معتبر خبری اسرائیلی هستن. چکیدش رو براتون جمع کردیم. نیروی هوایی اسرائیل ستون فقرات امنیت این کشور. وقتی حرف از امنیت و دفاع اسرائیل میشه، نیروی هوایی این کشور یعنی همون IAF، یعنی اسرائیل ایر فورس، یکی از مهمترین و پیشرفته ترین ابزارهای نظامیشه. اگه بخوایم دلیل این اهمیت رو توضیح بدیم، باید بگیم که موقعیت جغرافیایی اسرائیل، کوچک بودن کشور و تهدیدهای دائمی از طرف کشورهای اطراف همه دست به دست هم دادن که نیروی هوایی اسرائیل یک نقش کلیدی داشته باشه. بذار از اینجا شروع کنیم که نیروی هوایی اسرائیل بیشتر به کمک آمریکا و تکنولوژی‌های پیشرفته این کشور رشد کرده. الان جنگنده‌های مدرن مثل F-16، F-15 و F-35 رو دارن. این هواپیماها نه تنها برای دفاع از آسمان اسرائیل، بلکه برای انجام حملات دقیق توی کشورهای دیگه مثل سوریه و لبنان استفاده میشن. اسرائیل بیشتر به خاطر نداشتن عمق استراتژیک به نیروی هوایی خودش متکیه. یعنی برخلاف کشورهایی مثل ایران که وسعت زیادی دارن و میتونن از فضای وسیعشون استفاده کنن، اسرائیل باید سریع و دقیق عمل کنه. برای همین همواره نیروی هوایی آماده باشی رو داره. خب سوالی که مطرح میشه، چرا اسرائیل به نیروی هوایی اهمیت میده؟ مقدارش رو توضیح دادیم ولی باز ریز میشیم. دلیل اهمیت نیروی هوایی اسرائیل رو میتونیم تو 3 موضوع خلاصه کنیم. اولیش دفاع از مرزهاست. خب دومیش انجام عملیات‌های تهاجمی توی کشورهای دشمن و سومی هم جمع‌آوری اطلاعات دقیق از مناطق مختلفه. اسرائیل از همون ابتدای تأسیسش یا استقلال دوباره‌اش همیشه توی محاصره دشمن بوده. کشورهای مثل ایران، سوریه، لبنان و فلسطینی‌ها که خب به عنوان دشمنای سنتی و کلاسیک شناخته میشن. برای همین نیروی هوایی هم یکی از سریع‌ترین و مؤثرترین روش‌ها برای پاسخ دادن به تهدید این دشمنانشه. از طرف دیگه همین نیروی هوایی اسرائیل به انجام عملیات‌های تهاجمی توی کشورهای همسایه هم کمک میکنه. شاید خیلی ها ندونن ولی اسرائیل بارها و بارها به پایگاه‌های نظامی توی سوریه حمله کرده. حملاتی که در واقع معمولاً هم بعضی اوقات مسئولیتش قبول نکرده. این حملات بیشتر علیه نیروهای حزب الله و سپاه پاسداران ایران بوده که توی سوریه و لبنان به عنوان مستشار نظامی مستقر هستند. مثلا همین چند وقت پیش بود که رسانه‌ها خبر از حملات هوایی اسرائیل به یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق رو دادن. هدف اسرائیل جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته از ایران به حزب الله. توی بخش نیروهای هوایی اسرائیل باید یه نکته دیگر هم در نظر بگیریم که در واقع خیلی همراستا و هم پیمان و هم موازی در واقع نیروی هوایی اسرائیل کار میکنه. اونم سامانه‌های دفاعی اسرائیل مثل گنبد آهنین که مشهورترینشه و دیگر سامانه‌ها. معروف‌ترین سامانه اسرائیل که خب همون گنبد آهنین آیرون دوم میشناسیم. این سامانه که کارش نابودی راکت‌ها و موشک‌های کوتاه برده تا حالا تونسته حملات زیادی رو دفع کنه. بیشتر در واقع برای راکت‌های فلسطینی یا راکت‌هایی که از لبنان شلیک میشه طراحی شده. به ویژه تو جنگ‌های اخیر با حماس این سامانه تونسته تعداد زیادی راکت رو قبل از اینکه به شهرهای اسرائیل برسه نابود کنه. جالب اینجاست که گنبد آهنین با کمک آمریکا توسعه پیدا کرده و یک نمونه بارز همکاری دو کشور تو حوزه نظامیه. اما اسرائیل فقط به گنبد آهنین اکتفا نمی‌کنه. این کشور سامانه‌های دفاعی دیگری هم داره مثل فلاخن داوید
یا در واقع همون سپر داوود پادشاه که برای مقابله با موشک‌های میانبرد استفاده میشه، یا سامانه رو یا پیکان که برای زدن موشک‌های بالستیک، یعنی موشک‌هایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد به کار میره. سامانه پیکان به ویژه برای مقابله با تهدیدهای موشکی ایران در واقع بیشتر تهدید شده. کشور دیگه خیلی قصد زدن موشک بالستیک به اسرائیل نداره، چون ایران موشک‌هایی داره که میتونن خب به اسرائیل برسن و این سامانه در برابر این موشک‌ها میتونه مقابله بکنه. در کنار اینایی که گفتیم، مسئله تازه‌ای که به وجود اومده و خیلی کشورها استفاده میکنن، حتی کشورهایی که نیروی هوایی به اون صورت ندارن مثل ایران، موضوع پهپادها هستش. پهپادها تو اسرائیل چشم و گوش نیروی هوایی هستن. یکی دیگه از بخش‌های مهم نیروی هوایی اسرائیل پهپادهاست. پهپادهای اسرائیلی یکی از پیشرفته‌ترین پهپادهای دنیا هستند. از جمع‌آوری اطلاعات گرفته تا انجام عملیات‌های دقیق توی مناطق دوردست، این پهپادها همه جا حضور دارن. مثلا توی یمن پهپادهای اسرائیلی نقش مهمی توی نظارت بر تحرکات دشمن و حملات نقطه‌ای دارن. این پهپادها با استفاده از هوش مصنوعی و تجهیزات پیشرفته بدون اینکه خطر جانی برای خلبان‌ها ایجاد کنن مأموریت خودشون رو انجام میدن. خب میشه دید و احتمالاً دیدین که بندر حدیده چجوری روی هوا رفت بعد از موشک پرانی حوثی‌ها. پهپادها یکی از دلایل موفقیت نیروی هوایی اسرائیل تو عملیات برون مرزی‌اند. تصور کنید اسرائیل بخواد به یک پایگاه دوردست توی سوریه یا لبنان حمله کنه. پهپادها این امکان رو بهشون میدن که بدون وارد کردن خلبان به منطقه خطر به اهداف خودشون برسن. البته پهپادها فقط برای حملات نیستن، بلکه برای جمع‌آوری اطلاعات هم استفاده میشن. این اطلاعات بعداً به کمک خب نیروی هوایی اسرائیل میاد تا اونها بتونن در مرحله دوم گاهی اوقات وارد عمل بشن. مقابله با تهدیدات منطقه‌ای از ایران تا حزب الله. ایران یکی از بزرگترین تهدیدات برای اسرائیل. برنامه موشکی و هسته‌ای ایران همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی امنیتی اسرائیل بوده. میگه بارها و بارها مقاماتش گفتن، تمامی نخست وزیران اسرائیل. نیروی هوایی اسرائیل هم به شدت آماده است که در صورت لزوم اون چه که اونها باور دارن در واقع به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنه. حملات هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق در سال 1981 و بعداً در سوریه در سال 2007 نشون میده که اسرائیل هیچ ابایی از انجام این حملات پیشگیرانه نداره. در واقع اگه اسرائیل حملات ها نکرده بود، حداقل در موضع صدام و عراق میتونستن سلاح هسته‌ای داشته باشن و خب این بر ایران خیلی انصافا بد میشد. از طرف دیگه حزب الله لبنان هم یک از تهدیدات مهم برای اسرائیل. این گروه که مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار داره، بارها و بارها از طریق سوریه و لبنان به اسرائیل حمله کرده. نیروی هوایی اسرائیل در اینجا هم نقش پررنگی داره و بارها به پایگاه‌های حزب الله حمله کرده تا از تقویت این گروه جلوگیری کنه. همین چندی پیش بود که خبرگزاری‌ها گزارش دادن که اسرائیل به کاروان تسلیحاتی حزب الله که از ایران به سمت لبنان میرفته حمله کرده. خیلی از این حملات بعضا در واقع تو پایگاه‌های هوایی سوریه انجام میشه، چون میان از طریق آسمان به سوریه وارد میشن و از طریق سوریه معمولا زمینی مثلا به لبنان میرسه. نیروی هوایی و جنگ‌های چند سال اخیر. نگاهی به درگیری‌های اسرائیل توی دهه‌های اخیر نشون میده که نیروی هوایی همیشه اولین خط دفاع و حمله این کشور بوده. دفاع و حمله اولیش، چه توی جنگ‌های 1967 و 1973 و چه توی درگیری‌های اخیر با حماس و حزب الله، این نیرو همیشه نقش کلیدی داشته، به خصوص در عملیات‌های دقیق و سریع که باید اهداف خاصی رو از بین ببره. نیروی هوایی اسرائیل به خاطر دقت و سرعتش حرف اول رو میزنه. برای مثال توی جنگ 2006 با حزب الله، نیروی هوایی اسرائیل تونست بخش زیادی از توان نظامی حزب الله رو نابود کنه. البته درگیری با این گروه نیز هنوز ادامه داره، ولی نیروی هوایی اسرائیل توی این جنگ هم عملکرد خوبی نشون داد. سخن پایانی. در نهایت باید گفت که نیروی هوایی اسرائیل نه تنها یک نیروی دفاعی، بلکه ابزاری برای انجام عملیات‌های تهاجمی و پیشگیرانه است. با داشتن جنگنده‌های مدرن، سامانه‌های دفاعی پیشرفته و پهپادهای دقیق، این نیرو یک از ستون‌های اصلی امنیت اسرائیل. بدون شک نیروی هوایی اسرائیل با پیشرفت‌های تکنولوژیکی که داره، همچنان در سال‌های آینده نقش اصلی خودش رو توی دفاع از این کشور ایفا خواهد کرد.
سپاسگزاریم از همراهیتون با این مقاله. منابعی که استفاده شد همونجور که گفتیم از چندین مقاله در رابطه با امنیت و تکنولوژی هوایی و نیروی هوایی اسرائیل بود، از وبسایت‌های اسرائیلی تایمز آف اسرائیل، هآرتز و واینت. شنوندگان همراهان گرامی، امیدوارم اینها را به عنوان موضع‌گیری نبینید. این مطالب سیاسی نیستش، بیشتر نگاهی دقیق بدون شعار زدگی به توانهای در واقع نیروهای مختلف که در منطقه وجود داره هستش، تا اینکه بلکه دیده بهتر، واقعی‌تر و نزدیک به واقعیت داشته باشیم در رابطه با تهدیدهایی که وجود داره در منطقه. سپاسگزاریم از همراهیتون، خوشحال میشیم نظراتتون رو بدونیم. با ما همراه باشید تا در برنامه‌های بعدی بیشتر بدونید و از شما خواهش میکنیم اگر نظری دارید و پیشنهادی دارید برای ساخت برنامه‌ای به ما اطلاع بدید. تا درودی دیگر، بدرود.